هلو باربکس، خوش اومدید به این ویدیو. چطورید بچه ها؟ نه واقعا چطورید بچه ها با این سامر اسلم جدی؟ واقعا نمیدونم چرا خیلی امیدوارم به این سامر اسلم. احساس میکنم تو این چند سال اخیر، حداقل میشه گفت تو این 5 سال اخیر میتونه بهترین سامر اسلم باشه، یعنی از سال 2019 تا 2024. اگه برگردیم به عقب، زیاد ما مسابقات خاصی ندیدیم توی سامر اسلم. خب البته به ندرت پیش اومدن که مسابقات خوبی ببینیم، مثل کوفی کینگستون و براک لزنر، البته اگه اشتباه نکنم. ولی بازم خب اینطوری نبود که مچ کاردهای خیلی خفنی داشته باشیم. اینطوری نهایت 2-3 تا مسابقه خوب بودن، حداقل توی سامر اسلم میشه گفت. ولی اینجا واقعا مچ کاردهای خوبی داریم، حتی اگر نتیجه هم خوب نباشه ما حداقل مچ کاردهای خوبی داریم. میشه گفت بدترین مچ کارد بیلی و نایا جکس دیگه. ببینید دیگه این تازه سر کمربند اصلی زنان اسمکدان هستش دیگه. ببینید چه چیز خفنی در بیاد این سامر اسلم. البته که امیدوارم، خیلی ها هم چشم امیدشون به رومنه. دبل واقعا به نظرم باید رومنو اینجا برگردونه. به نظر آقا بدون وقفه بزن بریم سراغ پیشبینی مسابقات سامر اسلم. از مسابقه بران بریکر و سمی زین شروع میکنیم که میشه گفت مسابقه، یعنی بهتر بگیم مچ کارد خوبی ثبت کردن برای سامر اسلم، چون خب حریف سمی زین ما فکر میکردیم تا قبل از ثبت مچ کارت، یعنی تا بهتر بگم تا قبل از درگیری چت گیبل با گروه وایت 6، هممون یه همچین ذهنیتی رو داشتیم که سامر اسلم قراره مسابقه بین سمی زین و چت گیبل ببینیم. ما توی تورنمنت یا حالا پیپر ویو کینگ و کوین آف د رینگ شاهد مسابقه سمی زین، برانسون رید و چت گیبل بودیم. ولی این وسط یه برانسون رید وجود داشت که نمیذاشت این دوتا با هم مسابقه بدن و سمی زین همونطور که دیدید با پین کردن برانسون رید تونست از تایتلش حفاظت کنه و همون این انتظار داشتیم که چت گیبل بیاد بگه که نه تو منو پین نکردی، تو برانسون رید رو پین کردی و توی سامر اسلم مسابقهشون ثبت بشه. ولی اینطور نبود و به نظر مسابقه خیلی بهتر ثبت شد، با وجودی که استوری مود خیلی خوبی داشت ولی این استوری نتیجه نمی گرفت، در آخر نتیجه نداشت. پس عوضش کردم چت گیبل رو با گروه وایت 6 درگیر کردم و برانسون رید رو در بران بریکر رو در مسیر کمربند آیسی یا همون اینترکانتیننتال قرار دادن که واقعا برانسون رید لایق، چرا گفتم برانسون وای اصلا، ولی واقعا بران بریکر لایق این هست که اولین قهرمانیشو توی بالاترین سطح به دست بیاره. حالا به نظر من این شروعشه و میتونه که حتی تایتل جهانی که نه سنگین وزن هم بگیره. اشتباه گفتم جهانی، همون ورلد هیویویت چمپیون، سنگین وزن جهانی. و واقعا کشتیگیر با استعدادی، من خیلی یاد گولدبرگ میندازه، هم حرکاتش هم سیگنیچر و فینیشرش، کلا واقعا میشه با کشتیگیر با استعدادیه. اما خب حالا به این فکر کنین اگر سمی زین مثلا بران بریکر مثلا دفاع کنه از کمربندش برای بار دوم، چه اتفاقی میفته؟ نهایت خیلی همچنان یه مسابقه بین بران بریکر و سمی زین ثبت کنن که فکر نمیکنم، خیلی بعیده. اگر ثبت کنن بازم بنظر همون سمی زینه که قهرمانیش رو یعنی نگه میداره. چرا امروز اینطور شدم؟ و وقتی تو سامر اسلم نبازه دیگه کجا ببازه؟ به نظرم سمی زین خیلی مربوطه به نظرم به داستان بلادلاین، چون اگه رومن برگرده
اگر سمی زین عضو بلادلاینش باشه خیلی استوری مودهای خفنی، استوری لاین، استوری مود، حالا هرچی، کلی استوری لاین های خفنی پشت این مثلا بلادلاین میتونه باشه. مثلا خیلی هم میتونن بگن، همین سولوسکا میتونن بگن که سمی زین عضو خانواده ما نیست، عضو خانواده آنوا یا همون فتیا نیست، پسر موی ما نیست مثلا فلان و اینا. برای رومن اصلا نظر اونا براش مهم نباشه و سمی زین رو عضوی از خانوادهش بدونه، با وجودی که سمی زین بهش خیانت کرد و خیلی به نظرم خفن میشه. این استوریلاین رو دوست دارم. اما خب کمربند اینترکانتیننتال چی میشه؟ بران بریکر قهرمان کمربند اینترکانتیننتال بشه خیلی فیودهای بهتری براش میشه در نظر گرفت که فکر میکنم اولین فیودش با شیمس باشه. مثلا حالا یکی دیگه از فیوداش که خیلی دوستم اتفاق بیفته با برانز رومنه و حتی ممکنه که حالا بعدها با دیمین پریست هم مسابقه بده، چون حالا به هر حال خیلی هیکل و ایناشون به هم میخوره. برای سمی زین واقعا هیچ حریفی دیگه نیست. من کلا 2 تا حریف براش در نظر داشتم که یکشون چد گیبل بود که کلا رفت با وایت سیکس درگیریش رو آغاز کرد، فکشن خودش رو تأسیس کرد و فلان و اینا. و یکی دیگه مثلا فین بلر بود که اونم قهرمان کمربند WWE تگ تیم شد. یکی دیگه که مثلا تو راولاق کمربنده مثلا جی اوسو، اما خب جی اوسو با سمی زین رفیقه و محال پیش بینی من از این مسابقه برد بران بریکره و خودم دوستم که بران بریکر قهرمان کمربند آیسی بشه. مسابقه بعدی الی نایت و لوگن پال که مسابقه بود که هممون انتظارش رو میکشیدیم و یه جای دبلیو میشه که اسپویل کرد که لوگان پال قرار تا سامرسلم باشه، چون روی پوستر سامرسلم بود، اولین پوستری که از سامرسلم منتشر شد. ولی حالا این مسابقه کی میبره؟ اگر که مثلا حالا تا همین مثلا 2-3 سال قبل بود، نه 3 سال قبل بود، ما میگفتیم که لوگان پال تو شهر خودش 100% قهرمان میشه، یعنی قهرمان که نه، از تایتلش دفاع میکنه، الینات قهرمان نمیشه. ولی چند وقتیه که آقای هانتر یا بهتر بگیم تریپل اچ کبیر یه چند وقتیه که سنت شکنی کرده و درو مکینتایر همش زرت و زرت پشت سر هم کلا میبازه. علاوه که مثلا مسابقه نمیبره هیچ، کلا هم باخته کلا تمام مسابقاتی هم که توی شهر خودش بوده یا بهتر بگیم کشور خودش بوده عالی. ولی ما تو شو اسمکدان قبل از سامر اسلم شاید چه چیزی بودیم؟ لازم به ذکری که بگم الان ما ساعت 12 است و سامر اسلم ساعت 2:30 شروع میشه و براتون چیشو میرم همون لحظه بعد هر مسابقه بررسی رو میرم و حالا سرهمش میکنیم و دیگه احتمالا فردا ویدیو آپلود میشه. این ویدیو هم سعی میکنم تا امشب براتون آپلود کنم. امیدوارم که خدای حمایت کنین، چون واقعا نمیدونین که چرا این تقریبا 4 ماهی که من نیستم. حالا چرا واقعا اصلا درس و مشق و اینا. ما توی اسمکدان قبل از سامر اسلم دیدیم که اتفاقا توی شهر لوگان پال هم طبیعتا برگزار شد، همه الی نایت رو تشویق میکردن و لوگان پال رو هو میکردن و به نظرم احتمال که الی ببره خیلی بالاست و احتمالا که چند تا سلبریتی ما توی این مسابقه ببینیم. حالا ما دیدیم کیسای اومده، آیشو اسپید اومده، ولی من همیشه منتظر یک نفر بودم که این دیگه بیاد. تنها سلبریتی که مثلا دوست دارم بیاد فقط مستر بیسته. حالا سلبریتی که همین یوتیوبرها یا استریمرها مثل کیسایشی، من خیلی دوست دارم مستر بیست هم بیاد که بعید میدونم حالا محاله، ولی خب مستر بیست هم دوست صمیمی لوگن پاله، بعید نیست یه روزی بیاد. و اینکه امکانش هست که ما چند تا افراد معروف ببینیم همونطور که توی شوهای اسمکدان هم دیدیم.
دو تا بسکتبالیست بودن. یه نفر بود که دو تا بسکتبالیست، یه نفر دوست الی بود، یه نفر دوست لوگن بود. و توی حالا شو راو بود که مال درفتن بود. آشو اسپید اومد توی ورسلمنیا. آشو اسپید اومد ورسلمنیا. سال قبلش چی اومد؟ کیسای اومد. و حتی نمیدونم یه چند نفری هم بودن که با برونز رومن خواستن درگیرشن و اونا هم توی شو درفت رو. ولی حالا به نظرم این مسابقه میشه گفت که ممکنه سلبریتی هم توش بیان، ولی در کل باید الینایت ببره. مهم نیست روگان میخواد چیت کنه هرچی، باید الینایت ببره. شاید میشه گفت مسخره ترین تایتل رینیه که تا حالا تو عمرم دیدم. حالا تایتل رین طولانی منظورمه. الان 2 روزه که 2 روز چی؟ قاطی کردم. الان نزدیک به 300 400 نمیدونم چقدر که لوگان این تایتل رو داره و بالای 100 روزه و کلا 2 تا دفنس از تایتل داشته. اونم یکیش که به شکل افتضاح ترین شکل ممکن بود توی رسلمنیا که واقعا کوین اومنز اونجا بعد دیگه تایتل رو میگرفت از لوگان، ولی چیزی ندیدیم. به اون مچ به نظرم باید همون مچ 3 نفره رندی کوین و لوگان باید 4 نفر دیگه اضافه میشدن. گریسون والر، آستین تیوری و ایجی استایل و الینایت. مچ ایجی استایل و الینایت رو نباید میذاشتن، به جاش میتونستن یه مچ خیلی بهتر بذارن و یادم رفت آستین و گریسون هم نباید قهرمان اون تایتل میشدن و دیایوای بعد از همون اول میشدن و رفیقاشون آرشورس و دمیز هم حالا قهرمان اون کرامت شدن و بهتر بود که با هم دیگه جشن بگیرن و حالا میبینیم که تایتلاشون رو به خانه نیاورده، به اصطلاح باختن به گروه بلادلاین و واقعا دیایو حقش بیشتر از این حرف هست. هممون اینو میدونیم. مسابقه بعدی مسابقه بین بیلی و نایا جکس که این مسابقه از 3 حالت به نظر من میشه گفت خارج نیست. حالا حالت 4 هم ممکن از 4 حالت حالا میشه گفت خارج نیست. مطمئنم اگر خارج از این 4 حالت بود من قول میدم از زندگی خدافظی میکنم. قول دادم همینجا تو ویدیو قول دادم همینجا. یا نایا جکس میبره یا بیلی میبره یا تیفانی استراتون میاد کش میکنه و میبره یا مسابقه با دیسکوالیفیکیشن به اتمام میرسه. اگه از این 4 حالت نبود من خودکشی اصلا به زندگیم پایان. به نظر من تیفانی استراتون قهرمان که اول میشه و کش میکنه. حالا نایا جکس هم اومد کیفشو بهش داد، یه کیف جدید بهش داد که بگه ما با هم دوستیم و برادری و برابری. ولی خب میشه گفت که نایا جکس با دستای خودش قبر خودش رو کند. اگر اینطور باشه خیلی بالاتر رو پیش بینی من که تیفانی استراتون کش میکنه و قهرمان جدیدی که همون دبل میشه. واقعا هم لایقش هست و تایتل رین بیلی هم واقعا شما اصلا یک ذره لذت اصلا احساس کردید که بیلی قهرمان کمربند دبلیو چمپیون زنانه. من که اصلا یادم نبود که بیلی وجود داره. مسابقه بعدی مسابقه بین دیمین پریست و گونتره که هیچ وقت فکر نمی کردم که مسابقه همچین تایتلی، یعنی تایتل شماره 1 را مسابقه 4 سامرسلم باشه. حالا نه مسابقه 4 منظورم این که از نظر رتبه بندی خب قطعا 3 تا مسابقه بعدی خیلی مسابقات بهتری هستن و استوری های خیلی بهتری دارن. من میگم گانتر میبره. حالا چرا گانتر میبره؟ چون که خیلی میگن دیمین پریست. بعید میدونم که بخوان حالا احتمال میدم که نایا جکس قهرمان کمربند دبلیو نشه. احتمالش خیلی زیاده نشه. من چطور بگم بعید میدونم که بخوان هر دو برنده
تورنمنت کینگ و کوین آف دی رینگ رو همینطوری الکی داشته باشن، فقط یه مچی توی سامر اسلم ثبت کرده باشن. من بعید میدونم، چون اصلا میره زیر سوال اون هم کشیگیری که تلاش کرد. بعضم گونتر قهرمان جدید کمربند میشه. ممکنه که من مطمئن بودم که فین بلر این مسابقه به دیمیان پریست خیانت میکنه، ولی خب الان مسابقه قهرمان کمربندان تکمیل ریا ریپلی برگشت و الان وقت فروپاشیدن جاجمنت دی نیست. پس گونتر به نظرم فکر میکنم که دیمیان پریست رو شکست بده. این پیشبینی منه و واقعا گونتر از همون اول که اومد تو مین راستر زمزمایی به گوش میرسید که همه میگفتن که قرار تایتل جهانی رو بگیره و الان وقتشه. الان وقت این که گونتر قهرمان بشه و دیمیان پریست نظرم که گونتر قهرمان نشه دیگه 5 نفر کلن شکستش دادن گونتر رو. یکی بران بریکر، یکی سمی زین، یکی چد گیبر، یکی ایلیا دراگانوف. نفر پنجم شما توی کامنت ها بگید ببینم سطح حسابتون چقدره. به هر کس که درست بگه، به هر نفری که درست بگه یک دستگاه پژو 206 کادو میدیم و جایزه شونه. دروغ گفتم. بعید میدونم که نفر ششم دیمیان پریست بشه و باید به نظرم اینجاست که وقت اینه که گونتر یه خودی نشون بده. به هر حال تایتل رینگ دیمیان پریست هم اوایل خیلی خوب شروع شد، کلی رقیب داشت. الان اصلا نظرم هیچ اتفاق نیفته. پیش بینی من گونتر، خودم هم دوست دارم که گونتر واقعا قهرمان بشه. من دوست دارم گونتر قهرمان بشه. مسابقه بعدی مسابقه بین لیو مورگان و ریا ریپلیه. این مسابقه خیلی میتونیم راجعش بحث کنیم، ولی من کوتاه مختصر و مفید براتون صحبت میکنم. امیدوارم که حرفام به درستون بده. لایک کنید، دوستان ساب کنید. فراموش نکنید که ریا ریپلی تایتلش رو به هیچ کس نباخت. به هیچ کس ریا ریپلی تایتلش رو نباخت و این مسئولیت بود که باز شد تایتلش رو واگذار کنه و الان برگشته. اما اگه دقت کنید تایتل رین ریا ریپلی هرچند خیلی طولانی مدت بود ولی هیچ رقیبی واقعا براش نبود. حالا اینو میتونیم رفت بدیم به قدرتمند بودن ریا ریپلی ولی لیو مورگان الان به نظرم خیلی تایتل رین بهتری و میتونه رقم بزنه و این مسابقه رو به نظرم لیو مورگان میبره. اما دامانیک به نظرم با دخالت دامانیک، حالا نه به نفع لیو مورگان، دامانیک میخواد به مامی کمک کنه یا همون ریا ریپلی، ولی اشتباهی مثلا به لیو مورگان کمک میکنه و باعث باخت ریا ریپلی میشه. میتونه یکی از زمینه‌های فروپاشی گروه جاجمنت دی باشه. این پیشبینی من از این مسابقه است که دامانیک میخواد به ریا ریپلی کمک کنه ولی اشتباهی به لیو مورگان کمک میکنه و لیو مورگان همچنان از تایتلش دفاع میکنه. بریم سراغ مسابقه درو مکینتایر و سی ام پانک با داوری ست فرکینگ رولینز. این مسابقه اصلی درو سی ام پانک نیست به نظرم و به نظرم تو بد بلاد یه مسابقه 2 نفره میدن که حالا داور واقعا داور باشه و کشتیگیر نباشه. وقتی میگم که ست رولینز رو میخوان به این فیود اضافه کنن خیلی مخالفن، ولی واقعا حرکت هوشمندانه. ست با جفتشون فیود داره و خب حیفه که ما یه ست سی ام پانک نبینیم توی رسلمنیا و حیفه که ما یه درو سی ام پانک هم نبینیم. خب وقت ندارن 2 تا رسلمنیا رو روی یک فیود بچرخونن، یعنی 2 سال. به خاطر همین به نظر این بهترین کار که ست رولینز هم به این فیود اضافه کنن. حالا تو خیلی نظر متفاوتی دارم. پیش بینی من اینه که این مسابقه با کمک ست رولینز درو مکینتایر موفق میشه سی ام پانک رو شکست میده و ست میشه گفت هیل میشه. ست هیل میشه و دیگه حالا سی ام پانک الان 2 تا دشمن داره. مطمئنم که این اتفاق قرار بیافته. حتی خب مطمئن که قطعا هیچ کدوم
نوستراداموس نیستیم که همه پیش بینیامون درست در بیاد، ولی خب حالا تمام تلاشمون رو برسیم به خفن ترین مسابقه شب. سولو سیکا کودی رود. این مسابقه ما بارها دیدیم ها. اصلا فکر نکنید که خود مشکل رو میگم، ولی این مسابقه قراره که با بلادلاین مچ باشه. بلادلاین رولز مچ یا بلادلاین مچ حالا مهم نیست زیاد. و آخرین بلادلاین رولز مچ که حالا اولین بلادلاین رولز مچ هم بود، یکی از بهترین مسابقه WWE بود. شاهکار بود واقعا، یعنی مسابقه کودی و رومن. و این هم یعنی هر کسی میاد دخالت میکنه. حالا تیم سولو سیکا ما برادران تنگو داریم و چی هم داریم، جیکوب فاتیو هم داریم که واقعا خیلی کشیگیر خوبیه. و حالا ما این ستا رو داریم. اما خب کی بخواد به داد کودی برسه؟ رندی و کوین رو عمدن مصدوم کردن که بگن که این دوتا به کمک کودی نمیان. و چه کسی میان؟ رومان رینز توی فرودگاه دیده شده، همه منتظر رومنن. این هم بلیت به خاطر رومن فروخته شده. شاید اگه WWE هم پلن نداشته بوده باشه شاید WWE هم یعنی جزو پلنش نبوده که رومان رینز رو توی سامرسلم برگردونه، ولی باید برگردونه واقعا، چون این همه چی اصلا خیلی زدار میشه سامرسلم امسال. واقعا دیگه هر چقدر مچه قبلی خوب باشن دیگه خیلی زدار میشه. رومن، جیمی اوسو، جی اوسو به نظرم این ستا چیای کمکن. از اون ور ممکنه راک هم برگرده، ممکنه، فکر نمی کنم ولی برگرده، ولی ممکنه به کمک سولو هم برگرده، ممکنه. ولی دقت کنید خب کودیش دشمنی واقعا با رومن نداشت، یا با سولو بود درگیریش یا با راک. واقعا فقط با رومن مچ دادن، مچش با رومن بودن. همه کلکلا کلا با راک یا سولو بود. رسلمنیا 39 با سولو، 40 با راک. و واقعا دشمنی نداشت. رومن میتونه برگرده و خیلی دوست دارم که به کودی هم کمک کنه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. امیدوارم. حالا بعدا بعد یه ویدیو جداگونه بگیریم و بشینیم راجع به آینده بلادلاین و نیو بلادلاین صحبت کنیم، یا همون حالا میگن نیو بلادلاین، ما خودمون بلادلاین مناطق محروم صداش میکنیم. بشینیم راجع به این دو فکشن یا شاید هم 3 تا فکشن با هم دیگه صحبت کنیم و حسابی لذتشو ببریم. قرار کلی ویدیو خفن بیاد. چنل من رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید. همزمان هم با سامرسلم ویدیو میگیرم و احتمالاً فردا براتون بفرستمش. و دیگه خدایی حمایت کنید. خدایی فرض کنید من ساعت 7 صبح بیدار شدم. حالا حسب می‌زنید ساعت چند خوابیدم؟ فکر هوا روشن شده بود من خوابیدم. بعد 7 تا 8 بیدار شدم. اینا 7 صبح 7 و نیم و اینا 8 میشه تقریبا 8 صبح بود بیدار شدم. و قرار امروزم کلا بشینم سامرسلم رو نگاه کنم. 4 ساعت 3 ساعت اینا با سامرسلم میره. واقعا حمایت کنید. تازه کنارش ویدیو گرفتم میذارم، ادیت، آپلود. خلاصه که لطفا یه حمایت بکنید. اصلا من لایک کنید، یا اصلا نمیخواد سابسکرایب کنید. اگه دوست ندارید مثلا من بیام جز سابسکرایباتون اشکال نداره. مثلا من لایک کنید یا کامنت بذارید، همینطوری یه چیزی نوشتین برای خودتون، ولی برای من خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده، خیلی واقعا خیلی کمکم میکنه که بتونم پیشرفت کنم. قرار در آینده کلی ویدیو خفن از گیم هم داشته باشیم حتما. من به خصوص تو K24 قرار خودمون شوکیس بخریم، یعنی بخریم که بسازیم و یعنی آپشناشو دیگه بخریم یا دانلود کنیم و فلان و بهمان و اینا. قرار کلی برنامه خفن داریم. اگه که شما حمایت کنین قول میدم که براتون کلی ویدیو خفن بذارم. از FC24 هم حالا توی چنل گیم میذاریم احتمالاً. تو K24 کلی ویدیو میاد و یه ایده بزنید هم رسید که دوست داشتم با شما مطرح کنم. دوست دارم که تمام رسلمنیا رو فول شو براتون
گزارش رو بررسی کنم از 1985 تا رسلمنیای 40. دمتون گرم از که تا اینجا بودم. محمودی تا ویدیو بعدی. بدرود.